امروز ما هم 1.5 میلیارد مسلمان هستیم. پروردگارا در این ساعت که ساعت اجابت دعاهاست، این جانس ها، پاستر جانس ها و او پدر سوخته هایی را که اینا را دستگیری میکنن، حمایت میکنن، به سزای عملشان رسان، تا که برای کافرها و برای دشمنای اسلام یک نمونه عبرت گردد که هرگز جرأت کرده و دست منحوس خیش را بالای قرآن دراز نکنند. آمین یا رب العالم. بسیار یک احوالی مشکل بسری مسلمان ها آمد. چه جای حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم، تمام مسلمان ها در این سال حزن به مشکلی ها و مشقت ها گرفتار شدند، دیگر روی خاطر کسی نمیکردند. بار حضرت صلی الله علیه و سلم در نزد کعبه بود، عقبه ابن ابی معیط از گریبانش گرفت، به حدش سخت فشرد که قریب که چشماش از کاسخانه چشمش خارج میشد، احاطش کرده بودند، دشنام حقارتش میدادند. یار غارش ابوبکر صدیق وقتی یه حالت دید خچه در بین ازدحام پرتاف گریان، گفت اتقتلون رجلا یقول لا اله الا الله یا ربی الله، آیا شما مردی را میکشید که بیچاره فقط گناهش همی است که میگه نیست معبودی بر حق مگر الله؟ آیا شما دستی تعرض بر مقابل شخصی دراز میکنید که میگه پروردگاری من الله است، برای همین گناه شما میخواهی را بکشید؟ حضرت رها کردن، حضرت ابوبکر زیر لگد قرار دادن. همین پدرسگ عتبه ابن ربیعه در پاش کفشهای مقدار داشت، در روی صدیق به حد فرو کوفت که دیگر رو به هم دیگر یک جایه شد، دیگر بینی در چهره میگه نمودار نبود نمیتافت، به حد زدنش که گمان کردن مرد است، همونجا ترکش کردن در رفتن. هم قومهاش از بنی تیم وقتی آگاه شدن نیم مرده بود، کشان گرفتن به خانه آوردنش، هوش نداشت. در اطرافش مردم نشستن منتظر که آیا چشمش باز میکرده باشه یا نه، در حالت کام بود. ناخواست چشماش باز کرد، گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم چه حال دارد؟ گفتن این بدبخت ببین جان خودش در عذاب قریب میکشتنش، فکری خود چنه میکنه و چشماش باز کرده است، از محمد سوال میکنه. مزامت دشنام زیادش کردن، مادرش گفتن کوشش که یگان طعام در حلقش انداز که از گرسنگی نم برد. در این حال بسیار احوالش بد است. بیچاره مادرش ام الخیر نزدش آمد که بچه جان بگی طعام بخه کمتر. گفت قسم به خدا تا زمان نفهمم که با دوستی من محمد صلی الله علیه و سلم چه واقعه رخ داده است و آیا تینج هست سالم هست، یگان لقمه را به زبان نمیگیرم، به دهان نمیگیرم. مادرش حیران شد، گفت من از کجا بفهمم که دوستی تا چه حالت دارد؟ گفت نزد ام جمیل دختر خطاب خواهر حضرت عمر رو، گفت از ام جمیل سوال که ام جمیل از حالش با خبر است. مادر صدیق ام الخیر نزد ام جمیل اومد، گفت پسرم از محمد صلی الله علیه و سلم سوال میکند که چه حال داشته باشد، من نمیدونم محمد در کجاست، کمکم کن. بیچاره مسلمان ها بسیار حالی زار داشتن، میترسیدن که مبادا خبرکشی نکنن جای پیغمبر صلی الله علیه و سلم به دشمن ها گفته نشود. گفت من نه محمد میشناسم نه ابوبکر، اما گفت اگر بخواهی نزد پسرت میروم احوالش جویا میشم. دیگه از دست مادر چی می اومد؟ گفت بیا رفتیم. همراهش گرفت آوردش، اومد نزد ابوبکر صدیق. وقتی حال زار صدیق دید رونه یک گوشتی بخون آلوده، همه به هم دیگر آمیخته، چشم محکم، گفت لعنتی خدا بر شخصایی که نسبتی تا این ظلم ستم روا دیدن، خدا لعنت چون کنه، خداوند به سزای عمل برسانه چون. اما حضرت صدیق یک نوع همون سؤالی خودش تکرار میکرد که محمد صلی الله علیه و سلم چه حال داره.
ام جمیل که زنی مسلمان بود آیسته با چشمکش زد، اشارش کرد که آخه مادرت بجا است. گفت از این خواتیر نشو، مادر من سیر اسرار را باز نمیکند. ام جمیل گفت حضرت صلی الله علیه و سلم تینج از خوب است، احوالش خوب است و در خانه ارقم ابن ابی ارقم است، همراهی برادرای مسلمان که به دفاعش کمر بستند. صبر کردن. وقتی که شب شد مشرکین قریش به خواب رفتن، به خانه ها که پراکنده شدن. این دو زن از دو جانب حضرت ابوبکر که دیگه قدم زده نمیتونست گرفتن، آوردنش به خانه ابن ابی ارقم. تا زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به چشمش ندید دلش آرام نگرفت. گفت یا رسول الله قسم به خدا جان من یا نقدی محقر است، هیچی نیست، مادام که تو سالم هستی. بعد از این قسم به خدا گفت اگر خداوند امانت چم که قبض کند من پروایی ندارم و باکی ندارم، خدا تو را نگه بدارد برای ندای حق، برای رسانیدن کلام حق به بندگانش. بار حضرت صلی الله علیه و سلم نزد خانه بود. جامعه پشمینی خچه در زیر سرش گذاشته بوده، بالای ابو سرش مانده و پینک میرفت که حضرت خباب ابن ارت صحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم نزدش آمد. اما شخصی که یکی از سببگاران اسلام آوردن حضرت عمر شده بود، یادتون است خباب ابن ارت که سوره طه را در ورقی نوشته و در نزد فاطمه و شوهرش در نزد خواهر حضرت عمر تلاوت میکرد، اونا را تعلیم میداد. همین خباب ابن ارت نزد حضرت آمد، گفت یا رسول الله چرا دعا نمیکنی که خداوند این جور و این ظلم ها را ای سر بدور کند؟ این چه حالی زور است، دیگر نفس کشیده نمیتونیم، دیگر سرمون را برداشته نمیتونیم از جور ظلم ستمی که کفار نسبت ما روا میدارند. و تو حبیب خدا هستی، تو دعا کن، دعای تو مستجاب است پیش پروردگار. حضرت میگه رخساره را برداشت، از همون جامعه پشمین در روی مبارک سرخی های همون موی که در زیر رخساره اومده بود نمودار بود. گفت یا خباب مؤمنانی که پیش از شما بودن بعضی های اونها را دشمنان خدا با شانه های آهنین گوشت عصب هاشون از استخواناشون میکندن میگرفتن، اما صبر میکردن. حال شما حال تو به این رسید از کو؟ چرا شما عجله میکنید؟ چرا اینقدر در ترس تهلکه افتیده؟ همیشه دوستای خدا در عذابند، همیشه در مشقت هستند. این برای تعلیم شماست، این برای آن است که شما آبتا بیابید، مستحکم باشید. دشمن هیچ وقت سر تسیله نمیکنه، دشمن همیشه به مقابلت عمل میکند، اما شما باید مستحکم قوی باشید که وقتی که دولت اسلامی صاحب دولت شدید توانید که دشمنی و تعرض دشمنای اسلام برگردانده توانید. دوستای خدا را با شانه های آهنین عصب و گوشت ها را از استخوان هاشون میکندن، جدا میکردن، اما صبر میکردن، شکر خدا میکردن. شما عجله نکنید. واقعا شما یک تاریخ ببینید، حتی اگر تاریخ پیغمبران را یک چشم باندازیم، کدام پیغمبر در راحت مسرت بود؟ همه در عذاب، همه در شکنجه، همه بر ضد شد دشمنای خدا تجمع کرده و مبارزه میبرند. یگان پیغمبر خدا در راحت نبود. حضرت شیخ عطار بیان میکند پیشوایانی که رهبین آمدند، گاه و بیگاه از پی دین آمدند، جان خود را در ره دین باختند، قول حق را در جهان افراختند. این پیشواهایی که خدای تعالی بعضا به پیغمبری مبعوث کرد، دوستای خدا، اولیاء الله، خادمای شریعت غرا، هر کسی که در تاریخ آمده از جان فدایی ها کردند، عذاب ها کشیدند، برای کلمه حق به مردم رسانیدن. در نگر اول که با آدم چی شد؟
عمرها بر وی در آن ماتم چی شد. آدم علیه السلام که در زمان او یگان مشرک نبود، چقدر عذابها کشید. مدت 1000 سال توبه کرده است، پیش خدا التجا کرده است. پروردگارا ظلم کردم در جانم، خداوندو اگر رحمت مغفرت نکنی من مثل شیطان از زمره زیانکارا و دوزخی ها میشم. چقدر ماتم کشید، چقدر عذاب کشید آدم علیه السلام. این دنیا داری آسایش و داری کیف صفا نیست، داری مشقت است. بینگر آخر نوح را غرقاب کار، تا چه برد از کافران سال 1000. حضرت نوح علیه السلام چه عذاب و مشقت ها کشید. 950 سال قوم خود به سوی خدا دعوت کرده است، میگفتن دیوانه است، عذابش میدادن. فرزند خودش از بحرش گذشت، زن خودش از بحرش گذشت. باز ابراهیم را بین دیل شده، منجنیق آتشش منزل شده. حضرت ابراهیم ببینه، پدر ملت موحد روحت داشت. خلیل نبود که در منجنیق گذاشته و در داخل آتش انداختنش، به همه همینا صبر کرد. باز اسماعیل را بین سوگوار، کفش او قربان شده در راه یار. حضرت اسماعیل ببینه، در طفولیتش خداوند امتحانش کرد. گفت پدر جان، وقتی که مرا میکشی البته که تو به حکم خدا عمل میکنی، چشمامو ببند تا اینکه به غضب بر رویت نظر ناندازم، دستامو ببند تا مبادا یگان حرکتی ناجایی نکنم که دست در بدنت بخوره و مستحق آتش جهنم بگردم. باز بر یعقوب پیغمبر نگر، چشم کرده در سر کار پسر. حضرت یعقوب کو عذابا شدیده، کینای یوسف اکثر تماشا کرده، چی عذابا کشید. موی سفید بیچاره چی رنجهای برد، یک امر را به گریه و به نوحه گذروند است. اخیر الامر چشماش نابینا شد. باز یوسف را نگر کز داوری، بندگی و چاه و زندان بر سری. حضرت یوسف بینه تا زمانی که عزیزی مصر شود چی عذابایی را کشید. از خوردی امتحان خدا سر شد. تا زمان خداوند بنده را امتحان نکنه به مرتبه و به منزلت های بلند نمیرسونش. باز یونس را نگر، سرگشت راه آمده از مه به ماهی چندگاه. قصه حضرت یونس میدونی که مدت 40 روز در شکم ماهی بود و 40 روز تمام فقط ذکر خدا را کرده است، یاد خدا را کرده است. باز موسی را نگر، ز آغاز عهد دایه فرعون شده تابوت مهد. حضرت موسی را ببینه که چه عذابایی کشید، چه رنجهای کشید. یک ملت را نجات داد و عاقبت الامر از همون ملت چه ناشکری های را دید. باز داوود زیرهگر را نگر، موم کرده آهن از تف جگر. قصه حضرت داوود از یاد شنیده ای. متاسفانه ما امکان نداریم در این 1 ساعت که مفصلتر در این موضوع صحبت کنیم، اما شما الحمدلله آگاه هستید، میدونید. باز بینگر که سلیمان خیده و ملک او برباد چون بگریفته و اشاره به آن است که چنو خاتم از دست حضرت سلیمان یک جین صاحب شده، چند مدت دعوای سلیمانی کرد و حضرت سلیمان چی عذاب و چی رنجهای را متحمل گشت. اگر چند شاهزاده بود، اگر چند خود شاه بود، اگر چند خداوند حکومتی تمام جنها را در اختیارش داده بود. باز زکریا بین که دل در جوش شد، اره در سر دم نزد خاموش شد. باز یحیی را نگر در پیش جمع، سر بریده زار در تشت چشم. قصه حضرت زکریا و یحیی را میدونه که هر دو شهیدای راه خدا هستند، هر دو به شهادت رسیدند. یحیی علیه السلام سرش بریدن، در بالا یک پدناس موندن، به پادشاه یهود هدیه فرستادن.
به هیرودس پادشاه یهود هدیه فرستادند. باز عیسی را نگر کس پایدار، شد هزیمت از جهودان چند بار. باز بینگر که سری پیغمبران، چی جفا و جبر دید از کافران. حضرت عیسی چی عذابای کشید. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم که از بحر یک قطره من برای شما بیان کرده استم چی عذابای را متحمل گشتم. تو گمان داری که این آسان بود؟ بلکه کمتر چیز ترک جان بود. این کاری آسان نیست. اگر این اسلام یک راهی منفرش میشید و در جیب سوار جلک فسانه همیتا تکیده برخورده میگشتی، همه دعوای پیشوایی میکرد. اما چنین نیست. مشقت ها داره، عذاب ها داره، از خود گذشتگی ها داره، زیرا مسئولیت طرف فراد نمیگذاره. قصه کوتاه، حضرت صلی الله علیه و سلم عذاب های زیادی را متحمل گشت. عاقبت الامر امید کن دیگه. امید چه از قریش کن که قریشی ها ایمان نمیارن. از این خاطر حضرت صلی الله علیه و سلم در ماهای حج که میشد به قبیله ها میگشت، نزد قبیله ها میرفت، با اونا سوال و جواب میکرد، تبلیغ دعوتشان میکرد، اما کار بسیار به سستی میرفت. حضرت صلی الله علیه و سلم پیش خود نقشه کشید، گفت به طائف میروم. طائف یک شهر بسیار آبادان و زیباست، در 70-80 کیلومتری مکه و بسیار آبادان است، از بس که آبش فراوان است، جای میوه است. همین انگور طائفی که میگیم اصلش همونجا است. تا به امروز هم میوهاش بسیار شیرینن و طائف مکان استراحتی سرورای قریش بود. اکثر اشراف قریش در طائف زمین ها داشتند، باغ ها داشتند، ایلاق شو بود، جای استراحت. چی بگیم ما که امروز؟ بله، همون دچه ها شدن همونجا موجود بود. و در طائف بنی ثقیف، قبیله بنی ثقیف زندگی میکرد. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم نقشه کشید، گفت اگر بنی ثقیف مرا با پیغمبری قبول کنن، بنی ثقیف بسیار مردم جنگجو هستند، جسور هستند، تابع سروراشو هستند. اگر سردارای اونا اسلام قبول کنند، همش انشاءالله قبول میکنن. فقط به همین خاطر همراه فرزند خواندش زید ابن حارثه که یک زمان در خوردی پیغمبر صلی الله علیه و سلم این غلام بچه را فرزند خود خوانده و این قبل از اسلام بود، آزادش کرده بود. عازم طائف شد. در راه به هر قبیله می رسیدن دعوتشان میکردند تا اینکه عاقبت الامر وارد شهر طائف شدند. این واقعه در ماه شوال در سال دهم بعثت جناب سرور عالم صلی الله علیه و سلم است که به سال 619 620 میلادی موافق می آید.